دوستان درود. میخوام یک تستی رو خدمت شما عرض کنم که اگر این تست رو انجام بدید و در شما مثبت باشه معاف از سربازی هستید. نه سرکاری هست و نه لطیفه، بلکه بند 24 از فصل 8 آیین‌نامه معافیت از سربازی هست و من هم سرهنگ دکتر مجید عسگری، ارتوپد و جراح زانو هستم. حالا این تست چی هست؟ دوستان دستتون رو کنارتون به این حالت نگه دارید و یک خط از وسط مچ دستتون به وسط حفره آرنجتون رسم کنید و خط دوم رو از وسط شانه از منطقه علیه قسمت خارجی چین زیر بغل به وسط آرنج رسم کنید. به صورت طبیعی در آقایون بین این دو تا خط 5 درجه زاویه وجود داره و در خانم ها حدود 8 درجه. میزان بیشتر از این زاویه غیر طبیعی قلمداد میشه. اگر این خطی که در امتداد ساعد رسم میکنید از قسمت داخلی بازوی شما رد بشه، شما مبتلا به کوبیتوس والگوس هستید و اگر این خط از قسمت خارجی بازوی شما رد بشه، شما دچار کوبیتوس واروس هستید. بند 24 میگه کسانی که مبتلا به کوبیتوس واروس یا والگوس هستند و اختلال عملکرد یا درگیری عصب دارند، اینجا قید شده یا، یعنی یکی از این افراد از سربازی معاف هستند. البته در قانون میزان این زاویه رو 10 درجه در نظر میگیرن و افرادی که کارشناسی ارشد و کارشناسی به بالا هستن باید درگیریشون دو طرفه باشه. دوستان اگر که شما حین فعالیت و زندگی معمول دچار گزگز، بی‌حسی و کمجونی این دو تا انگشت میشین، این تست رو حتما انجام بدید و اگر که آرنج شما بیش از 10 درجه زاویه داشت با یک نوار عصب عضلانی رو تایید کنید و میتونید معافیت بگیرید. براتون آرزوی موفقیت.